تمرین شماره 12 بیشتر آمده سگاه هست از ساخته های یکبرخان شهنازی. سگاه فا سوری هست، فا سوری و سی کرون سرکلیدمون هست. کوک پیشنهادی خود کتاب می لا ر فا سوری هست. 2 ضربی هست ریتممون و اینکه هر چنگ رو مثل ویدیو قبلی با 1 شماره قرار میدیم که 1 شماره میزنیم، با سرعت پایین میزنیم و اینکه تو منزل وقتی که تو ذهنتون تو دستتون جا افتاد ذره ذره سرعت رو میتونیم ببریم بالاتر. هر چنگ برابر 1 شماره. 1 2 3 4 سکوت. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. آکسا میدیم روش. تکرار. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. سعی کنیم تو تعویضای سیما صدای سیمای وسط نیاد، سبک به دست. اینجا دو سه چهار 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 3 2 سری. سه ادامهش. سول و می با هم، یعنی اینجا می انگشت چهارم داریم و اینکه سول انگشت دوم میتونیم بگیریم قشنگ اینجا پایین، سول و می. اول با پیچیکاتو تمرین کنیم این سول این می، انگشتا به هم دیگه سیمای پایین گیر نکنه. حالا تکی تکی میذاریم، یعنی انگشت چهارمی اینجوری بزنیم که سیم پایین صداش بیاد و اینکه سول انگشت دوممون. پس حتما اول دوبل نوتا رو اینجوری بذارین که یه دونش رو بذارین که پایینی آزاد باشه، بالایی مثلا میخوام بالایی آزاد پایینی آزاد. حالا سول رو میذاریم رو سیم، بالایی آزاد و اینکه درست دادات. حالا با هم دیگه رو سیم میکشیم. یا دوبل ر با فا، اول ر رو بذارین سیم پایینی آزاد، سیم بالایی آزاد، حالا فا بالایی آزاد، یعنی تک تک میزنین درسته. حالا رو جفتش با هم دیگه بکشیم. یا اینکه سول و می اگر که با سختتونه میتونین انگشت اول رو بیاریم میذارین رو سول، انگشت سه تو پوزیشن دوم، انگشت سوم بذاریم می، دوباره با پیچیکاتو تمرینش میکنیم. انگشت سوم می، اینم که سول. حالا باز این دوتا رو با هم بزنیم تو پوزیشن دوم برای بچه‌ای که انگشت چهارمشون کمی ضعیفه. 3 4 3 4 3 4. توی ویدیوی جداگونه دوبل نوتا رو زدن دوبل نوتا رو براتون توضیح دادم، یعنی دوبل نوتایی که با انگشت چهارم یا سوم یا دوم داده بشه. میتونید اونجا مراجعه کنین و ببینید. دوره 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 رمیره دو. ادامه. میتونیم با سیم بالای دوبل بزنیم. یا میتونیم سکوت کنیم. سکوت می، سکوت ر، سکوت دو، سکوت سی، سی دو سی دو. یا همین سیم چهارم بزنیم.
فقط وسطش صدای حمله سیما نیاد. یا میتونیم بکنیم پیزیکاتو. مدل مختلف رو میتونیم برای تکنوازی تمرین کنیم. توی همه ویدیو قبلی عرض کردم، تو این ویدیو میگم، تو ویدیو بعدی هم میگم، امیدوارم که خسته نشید. هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک خیلی کمی هست به اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن. درخواست کردن و اطاعت هم کرد. وگرنه هیچ گونه ادعای پشت هیچ گونه از این فیلم وجود نداره.